گلها یک عمر است که این خانم را احاطه و همراهی می کنند. او حتی نامش رمزی است، گلنگار، و به قریبی گلنگار غفارова که در باغ غلبه پایتخت کار می کند بهترین گلپروری شهر دوشنبه اعتراف شد. از خوردی که من کسب گلپروری را گرفتم، در خاندان ما باشد اپا و خواهران من هم همین خیلی به گل و گلکاری سر و کار دارند. من از اپام آموختم این کسب را، اون بیشتر نغز میدید. گلنگار 15 سال می شود که با نگاهبین این رسانه ها سر و کار دارد و 5 سال است که او را معاون رئیس باغ غلبه تعیین کردند. زیر تابع او 124 کارمند یا خود گلپرور کار و فعالیت می کند. اپای آدینه بیبی یکی از کهنکاران این مکان است که همیشه از توصیه های گلنگار استفاده می کند. ما اپای گلنگار 6 سال است که میشناسم. کاری کمبودی ما را اپای گلنگار ما نشون میدن که این کار مقصد شما اگر نتوقعی کرده باشید باور ما نشون میدن، ما کار وای میکنیم. در این باغ بیش از 10 نوع گل‌های موسمی و بسیار ساله پرورش کرده می شود. ویولا، پتونیا، سالویا و کلندولا از معمولترین گل‌هایی است که اینجا هر سری قدم به چشم می‌رسد. خود باغ غلبه در مساحت 35 هکتار جایگیر شده است. این سالویا می باشد، پیش از همه گل را در گرمخانه خوریده اول از تخمی میکوریم و بعد این رو رسد این رو گرفته بعد بسیار وقت در توبک‌ها نگاه می‌داریم و بعد مثال هست که ما باز رسد هم استفاده میبریم، میشینونیم مدتی 5-6 روز وای خودش رو بود دیگر تر میکند. در شهر دوشنبه 8 باغ فرهنگی و فراغتی موجود است که با این گل‌ها آرا داده شدند. در همه آنها تقریباً 1000 کارمند یا خود گلپرور کار و فعالیت میکنند. امام علی سیدزاد، بحرالدین دولتوف، آسیا پلوس.